روینگ یکی از بهترین و موثرترین حرکاتیه که به شما کمک میکنه هم از نظر هوازی تقویت بشید و هم از نظر عضلانی. در کنار ماشین روینگ یک صفحه وجود داره، عدد 1 تا 10 رو نشون میده. شما باید با توجه به هدفتون یک عددی رو انتخاب بکنید که این مقاومت دستگاه رو نشون میده. هر چه به 10 نزدیکتر میشید سخت‌تر میشه. به این زبانه هم میگیم دمپر. حالا من اینجا دمپر رو روی عدد 7 قرار میدم. با توجه به سایز کفشتون این جای پایی رو تنظیم بکنید که وقتی بند رو سفت میکنید وسط پاتون قرار بگیره. تقریبا دستگیره رو برمی‌داریم و حرکت رو شروع می‌کنیم. در حالی که دست‌هامون کاملا از آرنج صاف هست، ابتدا زانومون به عقب صاف میشه، بعد بالاتنمون یک مقدار به عقب خم میشه و در انتها دست‌ها رو به سمت عقب میکشیم جوری که دستگیره زیر سینمون فرود بیاد. در برگشت حرکت ابتدا دستمون باز میشه، بعد بالاتنمون به جلو خم میشه و در انتها از زانو خم میشیم. دقیقاً انگار داریم فیلم رو برعکس نگاه میکنیم. اشتباه رایج اینه که دستگیره رو خیلی بالا میارن و آرنج‌ها خیلی به سمت بالا میره، یا اینکه دستگیره رو به سمت شکم و خیلی پایین جمع میکنن. بهترین نقطه فرود زیر جناق سینه هست. مورد بعدی این که در انتهای حرکت خیلی به عقب خم میشن. خوبه که یک مقدار به عقب خم بشیم با توجه به اینکه ستون فقراتمون صاف و مستقیم هست، ولی دیگه زیادیش هم مناسب نیست. مورد بعدی این که زانوها خم میمونه و کامل صاف نمیشه. وقتی زانوهاتون خم باشه اون انرژی که باید تولید بکنید تولید نمیشه. و در آخر هم این حرکت رو تون و نصف انجام ندیم. باید کامل انجام بشه با نهایت قدرت و در انتهای مکس بکنیم، بازیافت انرژی داشته باشیم و بریم سراغ تکرار بعدی. موفق باشید.